40 سال زندگی کردم، حالا فهمیدم که صابون این کاربردهای پنهان رو داره. لباست رو با جین انداختی، رنگی شده، نگران نباش. یه تیکه صابون بنداز توی قابلمه پر از آب، جوش شیرین بهش اضافه کن و بذار بجوشه. وقتی صابون حل شد خاموش کن، لباس رو 10 دقیقه توش خیس کن، دوباره بشور، مثل روز اولش میشه. روی صابون الکل بزن، با اسکاچ تمیز بمال. دمپایی رو فرشی رو هم میشه اینطوری تمیزش کرد. صابون رو رنده کن، سرکه سفید و آب بریز، هم بزن تا صابون حل بشه. اسپری کن توی توالت، تا 1 ماه توالت خوشبو و تمیز میمونه. زیر صابون یه درپوش بطری بذار، هم ضد آب میشه هم راحت‌تر میشه استفاده کرد. صابون رو بمال روی لکه خون، خمیر دندون و سرکه سفید بریز روش و بمال. با آب سرد بشورش، لکه خون کاملا از بین میره. لباس بچه مدرسه‌ایت خودکاری شده؟ نگران نباش. مقداری روغن مومیایی از عطاری تهیه کن، مقداری صابون مایع و نمک بریز، لکه رو با آب سرد خیس کن، مالش بده. لکه جوهر خودکار به راحتی پاک میشه. پیراهن شوهرت لکه رژ لب داره؟ این بی آبرویی رو با پاک کننده صورت و پاک کننده آرایش بمال، از بین میره. عزیزای دلم، اگه حتی یکی از این ترفندها براتون مفید و کاربردی بود، توی کامنت 3 تا قلب من یادتون نره.